قراره که با هم دیگه بریم ما یه گوشی رو نابود کنیم. البته نه اون گوشی که تو ذهنتون فکر کنید، این گوشی. سلام بچه‌ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من سینا نعمتی هستم. خوش اومدید به یه ویدیو دیگه توی چنل پیتی پلیر. امروز که با هم دیگه یه گوشی که من از کاغذ درست کردم، البته هم از کاغذ هم از گرسه، هم از گرسه شکسته، بله درست کردم. قرار که با هم دیگه نابود کنیم. نابود. خب در مرحله اول میریم سراغ آنباکس این گوشی ها. گوشی نه، میریم سراغ آنباکس این گوشی. باید یه لحظه. خب و قراره که آره چیکار رو با این گوشی بکنیم، قراره برم تو جعبشه بازش بکنم. در ادامه بهتون میگم. مرحله اول آنباکسش. بچه یه لحظه من برم یه چاقو بیارم. اینم از چاقو. البته آنباکسش یه تیکش با چاقو، یه تیکش هم با دست. این من تو دوربین معلوم نیستش چسب دارم اینجا. این دوتا جا رو چسب دارم. این دوتا رو بکنم الان، این دوتا رو اگه من چیزی بکنم باز نمیشه. البته یه دست اجازه بدید. اگه من الان یکیش الان من کندم این طرفی الان بیرونم، این طرفی باز شد با خشونت. مثل اینکه بارون بودن باز نمیشه باز شد. خب این طرف باز شد ولی باز نمیافته. دلیلش چیه؟ دلیلش این چیز آیفونیه. آیفون داشتش از اینا میکشیدی باز میشد. دلیلش اینه. بریم با هم دیگه بکشیم. ای بابام یه لحظه آهان. یکیشو کندیم، دومیشم بکنم. نابوده باز. آهان دیگه انقدر باز بشه یه دفعه با خشونت بشه. خب بریم واسه یه باز کردن این گوشی. 3 2 1 اینه گوشیمون. البته آیفون نیستش، یه سامسونگ ساده است. و حالا قراره که با این چیکار کنیم. من این مشابه رو بازش نمی کنم چون که به این مشابه هم لازمه. قراره که با هم دیگه بریم و تست های زیادی رو انجامش بدیم. مثلا اولین تستمون تست آب. ضد آب بود. ببینیم ضد آب هست یا نه. خیلی خوب بریم واسه یه ادامه ویدیو. خب بچه ها این الان من میخوام بزنم وسط این شیت. بازم حالا میخوام اول با این بزنم ببینم آب بهش نفوذ میکنه یا نه و بعد بازش کنم. و وقتی که قراره که بدون این چیز بازش کنم آخر ویدیو. فعلا با این میخوام بزنم بریزه روش ببینیم خیس میشه یا که نه. یعنی که نابودش قراره که این گوشی نابود شه. بکنم خیس بخواد بشه الان شده دیگه. ها نظرتون چیه؟ دوباره برگردیم بشینیم اینجا. یه لحظه من قطع کنم. زمانی که قطع کردم اون دوربین گوشی رو برگردوندم خیس کامل این گوشی از جای مشما. یه لحظه اجازه بدید. اینو میخوام بذارم روی این که خشک شه. نه خشک شم که البته نه. ببینید خب این از این یکم فعلا میذارم خشک شه. خب قراره که با همین چوبی که باز کردیم با همین هم روشو بکنیم با خشونتی بسیار زیاد. خیس نشده بچه. واقعا خیلی تعجب برانگیزه. خیس نشده اصلا. خوش و رنگش
سبزه ولی تو دوربین نمیدونم چرا آبی معلوم میشه. یه ناش خوشکی واقعا این رنگی بودش، این رنگی بود که توی دوربین معلوم میشه ولی سبزه تو دوربین. قراره که تست بعدیمون افتادن انداختنش از ارتفاعات مختلف. از ارتفاع کم داریم تا ارتفاع زیاد. ارتفاع کم از کجاست؟ از خود من، از دستمو ببرم بالا و بندازم. خب یه لحظه بچه بازم قطع کنم. خب بچه بریم واسه ادامه. من اینا گذاشتم اینجا، اینو قراره که بندازم. البته درست داره شکسته است چون که از من تو ساختش از گرسه شکسته استفاده کردم، ولی به هر حال میخوام بندازم ببینم این ربه هاش چجوری میخواد بشکنه. خب بریم واسه ادامه. اوف اینجا صداش خیلی زیاد بود و ربه شکست همین اول کاری. داره که 5 بار تو ارتفاع کوچیک تو ارتفاع کم بندازیم، چون این دسته نگاه کن حالا تو دوربین تار معلوم نمیشه ولی اینجا شکسته ای تیکه. بریم واسه یک بار دیگه، بار اول 4 بار دیگه مونده. اوه کاملا شکست. چه شما اینجا رو نگاه کنید، شکست. بریم واسه یه 3 بار دیگه. بریم واسه بار سوم. اوف بچه این دفعه نه تنها افتاد روی بلکه افتاد پایینش هم افتاد. بچه از این ارتفاع اینجوری شده دیگه. از ارتفاع بالاتر چی میخواد بشه؟ الان میام دیگه. از ارتفاع بالاتر چی میخواد بشه؟ بریم واسه بار 4. 1 2 3. اوف چه دلیلی که این دفعه صدای زیادی داد اینه که با گوشه خورد اون چیزه، اون چیزه میزه. و بریم برای بار آخر. این دفعه دیگه 100% بگو که چون بار دوم نابود شد دیگه، انگار نابود نشد از این موقع به بعد. و اینه خیلی خوب. یه لحظه بچه من و اینجوری شد تا الان. ارتفاع بعد بلندتره. خب بریم واسه ارتفاع بعدی. 3 تا ارتفاع دیگه هم هست. حالا بخاطر اینکه ارتفاع اینجا کم بود بخاطر همون 5 بار انداختیم، ولی ارتفاع دیگه فقط یه بارن. بریم واسه ارتفاعات بعدی. ارتفاع بعدی از اینجاست. اگه که محکم بندازیم بریم پایین. خب 3 2 1. بچه شما اونجا رو نگاه کن. ما نابود شده. بریم ببینیم. یه لحظه. مطمئنم تا الان نابود شده. بچه این لحظه گفت رو بازیش کنم. اونجا افتاده. حالا پشتش معلومه، جلوش معلوم نیست. دمپایمو بپوشم. اینم از دمپایی. ببینیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آنچنانی نشکسته. یکم اون بالاش اینجوری شده، یکم هم پایینش اینجاش نابود شده. حالا از همینجا یه بار دیگه هم بندازم پایین. بازم انداختم هیچیش نشد. خب بریم واسه ارتفاع بعدی. چه ارتفاع بعدی که قراره ازش بندازیم این ارتفاع.
ترسناک میخوام بندازم. یه صدایی داد، بریم که ببینیم. خب کجا بود؟ نه آها اینها چه یکی از گرسش جدا شده. این دیگه خیلی بد شده. گرس اول جدا شد با موفقیت. بچه ببخشید دیگه حافظه گوشی هم پر شده بود، چند تا چیز پاک کردم اینجوری شده. یکیش دیگه نمیچسبه، چسبش نابود شده. خب فکره که من دارم تا اینکه چسبوندگیشو برگردونم فقط یک چیزه. اینو بیایم اینجا یا پست، ولی اینجا نه. میایم اینجا، اینو میذارم آبو بازش میکنم یه دفعه یکم سفت. آها اینو اینجا شو میشورم، یعنی که اینجا آتشکار چسبیده به خاطرمون نمیچسبه. شاید بگید احمق چرا داری چسبوندگی شاید به این بری، ولی طبق تجربه‌ای که من دارم اگر اینو من الان بشورم نه تنها که چیز خراب نمیشه بلکه بهترم میشه. اینو من یکم چیز کنم. خب تنها چیزی که الان دارم و میتونم باش پاک کنم لباسمه. به همین راحتی میتونم باش خشک کنم. اونه چه یه رسه من حالا اینو خشکش کنم بعد دوباره دامشم میده. خب الان خشکش کردم، الان میخوام ببینم میچسبه یا نه. بچسب. خب متاسفانه نمیچسبه. پس حالا چیکار میکنیم؟ البته اینجوری نه، با یه روپایی گمشه برو اونجا. یه خودش خود که بین ما نباشی. و اینم از این. ارتفاعاتمون تموم شد. بریم سراغ مرحله بعدی. و مرحله بعدی چیزی که میخوام بهتون بگم واسه مرحله بعدی رو همینجا میخوام انجامش بدم. برای که اینو بذارم بین این سوراخه و با این چوبه محکم بزنم به این وسطش. چه یه لحظه. خب 3 2 1. چه یه لحظه بذارید من دوباره قاط کنم. خب بریم واسه این که بزنیم. خب 3 من واسه بار دوم 3 2 1. و بچه اگر میپرسید که چند تا قراره بزنیم، قراره تا وقتی که بزنیم این کامل رد بشه از اینجا. بریم واسه دفعه بعد 3 2 1. بچه البته نه کامل رد بشه، من تا موقع دستم همینا درد گرفت. حالا یه 10 تا دیگه هم بزنیم تموم شه. بار بریم از اون 10 تا بار اولش 3 2 1 بار دیگه 3 2 1 رد داشت. از اونجایی که اینجوری شد دفعه میخوام این بار دوم حساب بشه. من این واسه بار دوم 3 2 1. این دفعه میخوام بزنم اینجا باید بزنم 3 2 1 بار چهارم. نشد. این واسه بار بعدی 3 2 1. خب از اونجایی که نمیشه یه بار دیگه هم میزنم 3 2 1. خب اینجایی که الان نمیشه هر چقدر زدم حداقل این طرفی کنم یه دونه بزنم، این طرفی دیگه راحت میره.
نابود شد. یه بار دیگه هم بزنم. نابود شد بچه ها، رفت تو. عاقبت هیچ اینجوری شد. خب دوستان عزیز، مجلس ختم گوشه گرفت و کاغذیمون اناره را و انا روح پاک صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد. درست الان اینجا نابود شد، ولی ما هنوزم باش کار داریم. چیکارا؟ هنوز تستاب مونده و میشونه فقط تستاب مونده دیگه. بله بریم واسه تست آب. تست آب هم دیگه انجامش بدیم دیگه تمامه. تست آب نمیخوام واسه آب از اینجا استفاده کنم، میخوام از این استفاده کنم. شرنگو در میارم، بس بریم واسه یه انداختن توش. میخوام بندازم توش، همینجوری بره که رفته. بعد بردارم. رفت بچه رفت. میتونید ببینید تا نمیدونم ولی رفت. چت باز هم طبق معمول با اینکه تو آبه ولی بازم رنگش همون سبز. رفتش ته دست. این آبه الان کورن میخواد بریزه، دستم نمیرسه. بچه نتیجه میریم. من دستمو بخوام تو این بکنم کورن خیس میشه. یه رسته بچه بازم قطع کنم. دستمو بالاترم و بریم واسه دامه. داره رسید. نابود شد بچه ها. این نابود شد ولی هنوزم دوربین گوشی داره آبی نشونش میده. جوریه؟ دست منم داره سبز میشه. البته گوشه الان دیگه باید گفت. یکم هم دستمو من آب بگیرم. آب سبز شد. اینم پرش کنم. حالا خواهم الان یه کاری بکنم. گوشی بی شرف نابود شو. بچه هم واکنش گوشی رو میدونید به من چیه؟ باید نابود شو. خب دیگه نابود شد. بسه نابود شد دیگه. بچه هنوز یه مرحله دیگه که یادم رفته بود، این که این سمتی خمش کنم. نه من انجامش بدم سریع. دیگه خفه شد، دیگه نابود شد. این ناره را و اینا سبز دستم کورن سبز. دستم هم بشورم. خب دستم متاسفانه به خون این گرسه آلوده شد. و بچه یه دسته فکر نکنید هنوز ویدیو تموم شده. هنوز میخوام بهتون یه چیزی بگم. فعلا اینو بذارم نابودش کنم.
دستم سبز میشه به این میزنم. خب ببندمش، قبرشو بشورم. خب اینو الان میبرم میذارم اینجا گوشه حیات. این رو هم همینطور. اینجا درست داره اینا نابود شدن، ولی اینا خشک بشن من بازم میخوام نگهشون دارم به عنوان خاطره. دستم بازم سبز شد. خب تموم شد. خیلی خب بچه، حالا اون چیزی که میخواستم بهتون بگم و بریم بارا بهتون میگم. خب بچه چیزی که میخواستم بگم بهتون گفتم برم بارا بهتون میگم. الان میخواستم بهتون بگم که من بازم از اینا دارم، ولی این یکی ها آیفونن. من آیفون سری 17 رو هم به همین روش درستش کردم، ولی خوشگل‌تر و بهتر. من میخواستم بهتون بگم که من قرار که حالا فقط هم دوتا نیستن. مثلا این الان اسمش هم نوشتم اینجا. این الان آیفون 17 پرو مکس به عنوان مثال. این هم آیفون 17 معمولیه. این یکی هم این یکی هم مثلا پروشه. این یکی هم پروه. این یکی هم سری جدید ایره، همونی که میگه خیلی نازکه. و یکی دیگه هم هستش در آخر، این یکی هم مکسه. خیلی دارم الان یه دسته بذارید بهتون نشون بدم. این همه دارم من. قراره که اینا هم همین کارا رو باشون انجام بدیم، ولی یه فرق دیگه الان نه. که من واسه هر کدومشون مثلا یه شرطی گذاشتم. به فلان چیز مثلا فلان کارو بکنم، قراره که این یکی رو مثلا باز کنم نابودش کنم. فلان کارو بکنم این یکی رو. آره شرط گذاشتم دیگه به همشون. آره و بعد قراره که همون موقعی که اون شرط اون چیزی که میخواستم چیز شد رسیدم، اون موقع اینا رو بازش بکنم. تو اون موقع اصلا من اینا رو بازش نمیکنم، بازش بکنم و اونم باز نشده نابودش کنم. باز نشده میگم مثلا با همین جعبه بگیرم زیر آب بازش بکنم. آره اینجوریه. حالا یکیش الان میخوام با هم دیگه باز کنیم. مثلا اینا الان میذارم اینجا. من یکیشو میخوام با هم دیگه باز کنیم. مثلا این پرو رو میخوام الان با هم دیگه باز کنیم و بهتون نشون بدم که چجوری ساختم. یه دسته. خب بازم این چوبه رو آوردم که بریم و بازش بکنیم. یه دسته من اینو بیارم جلو میذاره. خب اینم مثل آیفون واقعیه. چطوری همون جوری که اونو درست کردم دیگه. اونا رو بکنم باز میشه. اینو الان چیزش بکنم. اول این دوتا رو بکنمش. واقعا چرا با چاقو نمیشه؟ بازش کردم. این یکی رو همین جوری. حالا بریم واسه این جاش. اینجا چرا یکم کوتاه‌تر شد؟ اگرم ویدیو الان یکی از ویدیوها من میخوام بهتون معرفی کنم. اگه یکم ناراحت تو دوست دارید بخندید، حتما برید ویدیوش سعی کن خندی رو ببینید. واقعا خیلی خنده‌دار بود. خب بریم واسه این یکی هم اینا کنده بشه. این به عنوان مثال سری پرو 17 پرو و این رو بازش کنم. برعکس همونطور که میبینید مثل آیفون 17 پرو واقعی ساختمش. چسبش هم به عنوان مثال باز کنم.
حالا اینم بازش کنم. اینو هاش طراحی دوربینا همونجوری. اینم از لوکوپرشه، اینم از جلوش این چیزی هستش، اینم از اونه. بله اینو من حالا دوباره بازم میذارم اینجا، دوباره پرامپشم میکنم، دوباره بازم پرامپش میکنم. دفعه بعد که باز کردم، یعنی دفعه بعدش هم همون وقتی که اون شرط انجام بشه اون موقع بازش میکنم و قراره که بازم نابودش کنم. و یه لحظه اینو ببندم. خب خیلی ممنون که تا آخر ویدیو رو همراه ما بودید. دم همگیتون گرم. لایک و سابسکرایب زنگوله یادتون نره. و اگه دوست دارید بازم از این ویدیوها بزنم و یه چیز دیگر رو بیارم و این کارا رو باش بکنم، چون یه بازم دارم. حتما توی کامنت ها بگین. و بعد خیلی ممنون از اینکه ویدیو رو تا آخر دیدید. خداحافظ.